جرأت یا حقیقت، همین دوتا کلمه خودش کلی هیجان داره. حالا ما میخوایم این هیجان رو چند برابر کنیم و جرأت حقیقت ورزشی بازی کنیم. واسه اینکه ببینیم کی اول قرار بازی شروع کنه، یه سنگ قیچی ستایی میزنیم. آماده؟ ستایی؟ ستایی. من همیشه تو یکی شانس دارم. من تو ستایی و ستایی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. دو. سنگ کاغذ قیچی. سه. از ستای ریدم. اول من باید بپرسم. جرأت یا حقیقت؟ حقیقت. حقیقت. یه چند تا سوال آماده کردم چالشی. من این چیزی که بکشم آقا اینو جدی جواب بده. اگه به عقب برمیگشتی بازم کالیستنیکس رو انتخاب می‌کردی یا یه ورزش دیگه؟ سوالت خیلی درست. ببین کالیستنیکس. ببین آخه من تو بچگی ورزش حرفه‌ای زیاد کردم. مثلا من تنیس روی میز 7-8 سال بازی کردم، حرفه‌ای مسابقات کشوری رفتم. آقا کنگ فو من مثلا حرفه‌ای 2-3 سال کار کردم، مسابقات استانی رفتم. ولی هیچ کدومش رو نمیدونم، شاید چون بزرگتر شدم، ولی کالیستنیکس خیلی خوبه. از برمیگشتی به عقب بازم کالیستنیکس. کالیستنیکس خداست. خیلی هم عالی. حالا تو جور رادیو حقیقت؟ منم اولیش حقیقت؟ یه دختره هست تو اکسپلور میگه یا ایبل فاز. واسه واقعا نچرالی. چه الان چه 50 سال دیگه من نچرال میمونم. الان نچرالم. من واقعا هیچی مصرف نمیکنم. پروتئین بار، آب. بعد عرض شود خدمت. آب مال خودمون نیست. نه این بفرمایید. جرأت یا حقیقت؟ نه حقیقت. باز حقیقت؟ فعلا حوصله تکون دادن بدنمو ندارم. نه من سوال قشنگی واسط دارم. حال آماده کردم. البته ببین من همه رو خودم آماده نکردم و جدی، چون بچه‌هایی که مهدی رو فالو دارن منم فالو میکنم، بعضیاشون مثلا میان منم سوال میپرسن که مثلا مهدی اینجوری هست. حالا الان چند تا سواله. من اینو نمیدونستم. دستتون درد نکنه. آخرین بار کی و چطوری مصدوم شد؟ خلاص تو یوتیوب گذاشتم آجی. یه من دیسک کمر رو اینا دارم، سیاتیک مثلا بعضی وقت یه هفته میگیره، اون که مثلا یه هفته خوب میشه مثلا به کنار. آخرین بار که واقعا مصدوم شدم زیر بغلم بود آجی. اون ویدیویی که تو باشگاه چیز گرفتی. آجی زیر بغل چی شد؟ پاره شد زیر بغله؟ نه تاندونم وحشتناک کش اومد. یعنی یه طوری که دستو تکون میدادی درد میگرفت. روزاش یادم میاد اصلا. بکنم 2 ماهی خونه بودی ها؟ 3 ماه خونه بودم، 3 ماه بعدش هم که فیزیوتراپی اینا تموم شد نمیتونستم درست تمرین کنم. شنا اینا میزدم ولی هیچ وقت مثلا بارفیکس نمیزدم. یعنی من 6-7 ماه بارفیکس نزدم. کلا زیر بغلت تمرین شده بود. بعد ویدیو میذاشتم همه تو اینستا. عضلات زیر بغلت ضعیفه. عضلات زیر بغلش هم بابا من آسیب داشت اصلا نمیتونستم تمرین. نه خب نمیدونن خیلی مثلا خیلی حالا یه چیزی بگم جدی، خیلی‌ها فکر می‌کنن مثلا تو ویدیو فیک می‌کنی که مثلا میگی مصدوم شدم. آره واقعا مصدوم شده. میگم مثلا برای ویو آجی بدنم چرب شده بود، یه کثافتی شده بودم. الان سیکس پک رو نشون میدم. خب تو جرأت یا حقیقت؟ فعلا حقیقت. منم حال ندارم. حقیقت؟ داداش تو شاگرد داری، یعنی شاگرد بدنساز اینا داری. بله. من میدونم خصوصی هم کار میکنه، یعنی میره خونه طرف. نه خونه نمیرم. خونه نمیرم. نه. طرفو میاری خونتون؟ نه. آقا نه. من یه هوم جیمی دوستم داره، خودم هم ندارم. آره. یه هوم جیم ورزشیه. خب هوم جیم وسیله داره، میله داره و این داستانا. دقیقاً مثل باشگاه کوچولوه، باشگاه جمع‌جو. تا حالا شده مثلا بدون یه نفر پول داره ازش بیشتر پول بگیری؟ یه چیز بگم. نه بگو تا مثلا من یه نه خب بگو. باید بگم الان. بعد مثلا در ازای اون پول بیشتری که گرفتی عذاب وجدان داشتی یا باعث شده بهتر کار کنی؟ نه ببین مثلا یه سریا هستن خب اصلا طرف قیمت نمیپرسه. خب تو خود تجربه داری، شاگرد داری. خب خیلی‌ها میگن اولین چیزی که میگم مثلا قیمت چقدر میگیری. خب ولی یه سری هستن اصلا قیمت براشون مهم نیست، فقط میخوان که کار با کیفیت در بیاد. خب مثلا من به اونا درسته مثلا 20% 30% بیشتر میگم. خب ولی خب از اون منم سعی میکنم خدمات بیشتری بدم، نه اینکه واسه یکی کم بذارم واسه یکی زیاد. خدمات بیشتری مثلا جلو بازو زدنی میگم نزن، من خودم برات میزنم.
فرستیده رو خود بلند خودم میزنم. همش خودتی. در شوخی واقعا من همه رو به یه چشم همه رو به یه چشم می‌بینم، ولی خب اونایی که بیشتر پول میدن خودشون واقعا راضی‌ام، به زور ازشون نمیگیرم. جرأت یا حقیقت؟ دیگه جرأت. دیگه یه جرأت خفن دارم برام. پسر توسیه رو می‌بینی؟ خب برو بغلش، هدفون تو گوششه، بلند بده. برو بگو ماشاءالله داداش عجب بدنی داری. یعنی براش انگیزه و اینا بدن. آره بگو ماشاءالله عجب، بعد قفلی بزن. خب بگو ماشاءالله، بعد به بازوهاش دست بزن. داداش با رفیقشه. نه به بازوش دست بزن. نه یه دونه اینطوری دست کوچولو دست بزن. داداش. برو. باشه من حواسم هست. داداش بذار پیش رفیقاش بیاد یه بابا برو، خب الان بهش بگو ماشاءالله داره حرکت میزنه. الان تموم شد حرکت. برو. بذار آره بذار حرکت اینجا بزنم من بهش. داداش اگه دعوا میشه بگو نه دعوا نمیشه. برو. وایسا بزنه حرکتشون. ماشاءالله داداش. میگم ماشاءالله کارت خیلی درسته. از دور بدنتو دیدم گفتم بیا تشویقت کنم. عشق منی. دور سرت بگیرم. ماشاءالله. دمت گرم. از 10,000 تا فالو داری. باعث افتخارمه. دورت بگم کارت خیلی درسته. عشق منی. ببخشید مزاحمت شدم. واجی فن در اومد. ها منو میشناس. جدی؟ آگه من 10,000 تا فالو دارم. فالوورت قبل. دیدی میترسیدی؟ حسین جرأت یا حقیقت؟ از اونجایی که تو جرأت انتخاب کردی بیا منم جرأت انتخاب کنم. باش. بیا کارت دارم. خب بگو بگو بچه‌ها بدونن. خب چیکار کنم؟ نه میخوام بچه‌ها بدونن و ببینن. خب چیکار کنم؟ فرستینه میزنی میله خالی با داد. نه برو داد و بیداد. آی با داد و بیداد بزن. ریاکشن فقط ریاکشن مردم رو بگیر. دورش کن ریاکشن. بود داد بزن. آجی من دیگه اینجا بیرون نمیام. ایش. جرأت یا حقیقت؟ حقیقت. بابا جرأت انتخاب. بذار بعدش چه جوره؟ حقیقت. بازی سرم درد گرفت وقت خندیدم. یه سوال جنجالی میخوام ازت بپرسم. تا حالا دارو زدی؟ نه بابا. دورو بود. لاشی. این همه بزرگتره. نه بابا این بدن دارو نزده. جدی دارو نزدی؟ جدا چون این نزدم. سوالم خیلی ازت میشه. اصلا اگر آدمی باشم که بخوام یه روزی دارو بزنم من نچارم. یه چیزی میسازم که طرف نگه واه ماشاءالله پشماش بریزه وقتی منو ببینه. یعنی این بدن مثلا برای خودم مثلا اونجوری نیست که بگم این پتانسیل صد منه که مثلا بگم با دارو اینجوری شده. من دوست دارم مثلا وقتی به اینجا به ته تهم رسیدم اون موقع مثلا به فکر دارو باشم که من نمیزنم. بعید میدونم از اینجا یعنی قول میدی که نمیزنی هیچ وقت. 99% هیچ وقت دارو نمیزنم. 1% 1% صادقانه اگر بخوام برم تو میادین جهانی رقابت کنم. بدنسازی کالیستنیکس که نابود کنه زندگی. اگه میخوای همینجوری برای اینکه زودتر به جای راه مسیر 4 سال 5 ساله رو 2 ساله بری هیچ جوره دارو نمیصرفه و آسیبی که بهت میزنه زندگیتو نابود میکنه. اصلا به نظر من تمرین کنید چند سال به سقف ژنتیکتون برسید. به تهت برس. باید حداقل 10 سال تمرین کرد. آفرین 10 سال. من میگم من الان 5 6 سال کار میکنم دارم تا به تهم برسم. وقتی به تهت رسیدی خواستی اونم نه همینجوری برای خوشگلی. آقا یه هدفی داشتی. بازم به نظر من اشتباهه. یعنی من خودم میگم 99% من این کارو نمیکنم. یعنی مثلا بعیده من برم سمت ولی مثلا 1% آدم میتونه. اونم نه مثلا مثل افرادی که مثلا 10 سال طرف تو دارو باشه. هیچ وقت سمت دارو نه. بسیار ممنونم ازت. درست. دکتر مهدی علیزاده هستم. منم مهندس خانیزاده هستم. مهندس خانیزاده ساخت و ساز. آخ جرأت یا حقیقت؟
من بازم جرأت انتخاب بچه‌ها یه ذره سخت نگیره. کف پاتو به دوربین نشون بده. نه اصلا به ورزش. یوتیوب بنمون میکنه. یوتیوب بنمون. حاجی اونجا که خیلی نشستی برو ته باشگاه 10 تا برپی بزن با 2 میری ها همه پشماشون بریزه با 2 برو اونجا 10 تا برپی بزن برگرد اینجا یه پروتئین بار به ما داد بخواد از دماغم بیاره. میری؟ آره شده. کن این کارو ما. خب دکتر علیزاده عزیز، جرأت یا حقیقت؟ جرأت. یه نردبون ما اونجا داریم. خب اونو میری بالا برمیگردی. چرا برو دیگه. اینجایی افتادم چیه؟ نمیافتی با چیز محکم. بعد باشگاه بیمه داره. من که اصلا ممبر این باشگاه نیستم. با میشه تو نگهش داری من میترسم بیفته. اگه دیدم لغ میزنه نگه میدارم. وای میستم بغل دیدم لغ زد نگه میدارم. نمیذارم ببینی برو. باش. داش من ارتفاع میترسم. یه ذره بس کن دیگه. بس کنید دیگه. نردبونی که باهاش دوربینا رو تنظیم میکنه. حالا برو به اون دوربینه یه انگوش بزن بیا. آره. میگم به دوربین باشگاه دست زدی نمیچی بندازم سفیدیش بزن. من انداختم اون برو بخاطر برو. برو بسم الله. من دست نمیزنم. برو نترس. برو نگه داشتم با یه انگوش. فقط به دوربین دست میزنم به سری اون میام دوربین پایین. سفیده باید دست بزنی اینجوری انگوش. آقا میشه پشتم نگیری؟ من کاورت میکنم. برو بالاتر یه دونه دیگه برو. تمام. کاری کرده. آفرین. عالی. دیسکم. حسین جرأت یا حقیقت؟ حقیقت. سوال جنجالی بپرس ویو بشه روی 1 میلیون بره. هیچی میخوام برات حسین الگوی ورزشیت کیه؟ یعنی کسی که مثلا به عنوان یه ورزشکار بدنسازی هر چی حتی رزمی هم میتونه باشه یا اصلا یه شخص الگو که مثلا خیلی خفن میدونیش و دوست داری شبیهش باشی کیه؟ ببین از لحاظ منتالی و ذهنی و کلا عمل کردی من از بچگی عاشق رونالدو بودم. کریستیانو آره. رونالدو کچ چیزه نه. میدونم رونالدو برزیلی نه. رونالدو کریستیانو چون واقعا ذهنیتش خیلی خفنه. هم به فقرا کمک میکنه. همین که دیسیپلین داره این خیلی مهمه. دیسیپلینش خیلی خفنه. آره. ولی الگوی بدنسازیم کریس پامپسه. یعنی مثلا زیبا بدن تراشیده جادار نیست ولی مطمئنه. زیبا و مطمئنه. آره. درسته دارو مصرف میکنه ولی خب اونم به شدت دوست داشتنیه. خیلی بدنش خوشگله. اصلا یه چیز ژنتیکه. ببین من بهت قول میدم اگر بازم میمون مسابقه میداد تا 10 سال دیگه هم کسی آخه مثلا خودش رو کبد کلی هم نابود شده بود. بعد چون ازدواجم کرد بچه دار شد. آره دیگه گذاشت کنار. اینجا نتیجه میگیم که خانواده مهمترین چیزه. جرأت یا حقیقت؟ حقیقت. ایول. یه سوال دارم بوم. سوال آخرت هم بپرس. مهدی خب تو پیجت بالاست نزدیک 500 کی فالوور داری. تا حالا شده به خاطر پول یه سری تبلیغ بد و به درد نخور بذاری؟ یعنی طرف مثلا یه رقمی گفتی خوبه ولی تبلیغش اصلا به درد نمیخوره یا مثلا کلاهبرداری بوده؟ نه ببین هیچ وقت کلاهبرداری من نمیذارم. یعنی مثلا اگه بچه پیج منو داشته باشن یا مثلا خود دیده باشی من شاید ماهی 1 یا 2 تا تبلیغ بذارم. بین همونا بوده یا نه؟ این مربوط به پیجم نبوده. مثلا اونایی مثلا برای ریزش ویدیو مثلا آموزشی داشتن یا مثلا محصول مثلا اونا رو تبلیغ کردم. اونا همش فیکه میدونی که اونا فیکه. تاثیراتی داره
اینجوری نیست که مثلا فیک باشه. من خیلی حساسم، مثلا میگم اول برای من بفرست که مطمئن شم اول یه دارو گیاهیشو برای من میفرست، مثلا فیک نباشه مردم پولشونو بگیره نفرسته. باش مهدی خیلی لطف کردی دور سر دیگه. واقعا دمت گرم. من باعث مدیونم به تو. افتخارم. پای بای شهر دورت بگردم. ما نچرالیم.